روایت زندگی و اقدامات ارتشبد محمد خاتمی. تولد و خانواده. محمد امیر خاتمی در 12 اسفند 1297 در شهر رشت به دنیا آمد. خانواده‌اش از طبقه متوسط و مذهبی بودند. او خواهرزاده سید حسن امامی امام جمعه تهران بود. همین پیوند خانوادگی بعدها جایگاه اجتماعی او را تقویت کرد. دوران کودکیش در کوچه‌های بارانی رشت گذشت. شهری با معماری چوبی و فضای سنتی که روحیه‌ای آرام اما جستجوگر در او پرورش داد. تحصیلات و شکل‌گیری شخصیت. پس از پایان دوره ابتدایی به تهران آمد و در دبیرستان البرز، کالج آمریکایی تهران درس خواند. این مدرسه یکی از معتبرترین مراکز آموزشی ایران بود و بسیاری از نخبگان کشور از آن فارغ التحصیل شدند. خاتمی در این دوران با زبان انگلیسی و فرهنگ غربی آشنا شد، چیزی که بعدها در مسیر نظامیش بسیار به کار آمد. او فردی منظم، جدی و پرشور بود. دوستانش او را فردی باهوش و آینده‌نگر می‌دانستند. ورود به ارتش. در سال 1318 وارد دانشکده افسری شد. پس از فارغ التحصیلی به عنوان ستوان دوم وارد نیروی هوایی گردید. در آن زمان نیروی هوایی ایران هنوز نوپا بود و بیشتر به هواپیماهای ملخی متکی بود. خاتمی با علاقه و پشتکارش خیلی زود توجه فرماندهان را جلب کرد. آموزش‌های بین‌المللی. در سال 1323 به انگلستان رفت و دوره‌های خلبانی را گذراند. سپس در آلمان و آمریکا آموزش‌های جت را تکمیل کرد. در سال 1330 دوره ستاد هوایی را در آمریکا با موفقیت به پایان رساند. او نخستین ایرانی شد که پرواز با هواپیمای جت را تجربه کرد. این دستاورد نه تنها برای او افتخار شخصی بود، بلکه برای نیروی هوایی ایران یک جهش تاریخی محسوب می‌شد. خلبان شاه و آجودان مخصوص. پس از بازگشت به ایران، خاتمی به سرعت در سلسله مراتب ارتش پیشرفت کرد و به عنوان خلبان مخصوص محمد رضا شاه انتخاب شد و مدتی بعد آجودان او گردید. او در پروازهای مهم شاه و خانواده سلطنتی حضور داشت، از جمله سفر شاه و ثریا به بغداد و روم. پس از کودتای نافرجام 25 مرداد 1332 اعتماد شاه به خاتمی روز به روز بیشتر شد. فرماندهی نیروی هوایی. در سال 1337 خاتمی به فرماندهی نیروی هوایی شاهنشاهی ایران منصوب شد و نزدیک به 17 سال این سمت را حفظ کرد. طولانی ترین دوره فرماندهی در تاریخ نیروی هوایی ایران. در این دوران نیروی هوایی ایران به یکی از مدرن‌ترین و قدرتمندترین نیروهای منطقه تبدیل شد. هواپیماهای پیشرفته‌ای مانند F4 فانتوم و F5 وارد خدمت شدند. پایگاه‌های هوایی توسعه یافتند و آموزش‌های بین‌المللی برای خلبانان ایرانی فراهم شد. خاتمی روابط نزدیکی با ارتش‌های غربی داشت و توانست دانش و فناوری نوین را وارد ایران کند. زندگی شخصی. نخستین ازدواجش با پرویندخت خدیوی بود که از او دختری به نام صبریه داشت. اما ازدواج دومش در سال 1338 با فاطمه پهلوی خواهر شاه جایگاه اجتماعی و سیاسی او را بیش از پیش تقویت کرد. این ازدواج او را به خاندان سلطنتی پیوند زد و نفوذش را در دربار افزایش داد. هرچند اختلافات خانوادگی نیز وجود داشت، اما این پیوند جایگاه او را تثبیت کرد. ایران با نام‌های بزرگش زنده است. اگر می‌خواهی این حقیقت فراموش نشود، همین حالا مشترک شو و پیام را گسترش بده. این لحظه پیوستن به تاریخ است.
شخصیت و محبوبیت. خاتمی شخصیتی کاریزماتیک داشت. میان خلبانان و نیروهایش محبوب بود و به عنوان نماد شجاعت و نوآوری شناخته میشد. او نه تنها یک فرمانده نظامی بلکه چهره‌ای اجتماعی بود که در محافل رسمی و غیر رسمی حضور پررنگ داشت. بسیاری او را فردی باهوش، جسور و آینده نگر می‌دانستند. اقدامات و دستاوردها: مدرن سازی نیروی هوایی، ورود هواپیماهای مدرن، توسعه پایگاه‌ها و آموزش‌های بین‌المللی. تیم آکروجت نمایش‌های هوایی ایران را در سطح جهانی مطرح کرد. ارتباطات خارجی، روابط نزدیک با ارتش‌های غربی، به ویژه آمریکا و انگلستان، برای انتقال دانش و تجهیزات. محبوبیت: میان خلبانان به عنوان فرماندهی کاریزماتیک و شجاع شناخته میشد. مرگ و شایعات: در 21 شهریور 1354 هنگام پرواز تفریحی با کایت در سد دز سقوط کرد و جان باخت. خبر مرگ او شوک بزرگی برای ارتش و جامعه بود. هرچند به طور رسمی علت مرگش یک حادثه اعلام شد، اما شایعاتی درباره دخالت دربار یا رقابت‌های سیاسی مطرح شد. برخی حتی او را یکی از گزینه‌های احتمالی جانشینی شاه می‌دانستند. این شایعات هرگز به طور رسمی تایید نشد، اما همچنان بخشی از روایت‌های تاریخی باقی مانده است. میراث و جایگاه تاریخی: ارتشبد محمد خاتمی به عنوان نخستین خلبان جت ایران و فرماندهی که نیروی هوایی را به اوج قدرت رساند، در تاریخ نظامی ایران باقی مانده است. میراث او نه تنها در تجهیزات و آموزش‌ها، بلکه در روحیه و فرهنگ نیروی هوایی ایران ماندگار شد. بسیاری از خلبانان نسل بعدی او را الگوی خود می‌دانستند و نامش را با احترام یاد می‌کردند. ایران در دوران خاتمی: برای درک بهتر جایگاه او باید به فضای سیاسی و اجتماعی ایران در دهه‌های 30 تا 50 نگاه کرد. ایران در این دوران در حال مدرنسازی سریع بود. ارتش و به ویژه نیروی هوایی نماد این مدرنسازی محسوب می‌شد. خاتمی در این روند نقشی کلیدی داشت. او نه تنها یک فرمانده نظامی، بلکه نماد پیوند ایران با غرب و تلاش برای تبدیل کشور به قدرت منطقه‌ای بود. نگاه تاریخی: امروزه نام خاتمی در تاریخ ایران به عنوان نماد پیشرفت و نوآوری در ارتش باقی مانده است. او شخصیتی بود که زندگیش ترکیبی از موفقیت‌های بزرگ و پایان تراژیک بود. روایت زندگی او روایت ایران در دوران پهلوی دوم است. دورانی پر از امید به مدرنسازی، اما آمیخته با تنش‌های سیاسی و اجتماعی. این فقط یک روایت نیست. این بازسازی اقتدار، تعهد و افتخار ملیه. اگه به ایران، به تاریخ و به حقیقت اهمیت میدی، مشترک شو، نظر بده و این ویدیو رو منتشر کن. ما ادامه میدیم چون باید ادامه بدیم.